دانشگاه بوعلی سینا بزرگترین مرکز علمی مهد تاریخ و تمدن ایران زمین است که اولین گام‌های ایجاد آن در اسفند ماه 1351 و بر اساس معاهده مشترک بین دولت‌های ایران و فرانسه برداشته شد. این مرکز در سال 1353 در شهر همدان تأسیس گردید و 2 سال بعد فعالیت خود را با پذیرش حدود 200 دانشجو در مقاطع مختلف آغاز کرد. مجموعه فضاهای آموزشی، کمک آموزشی، رفاهی، فرهنگی، خوابگاهی و ورزشی دانشگاه در زیربنایی بالغ بر 250,000 متر مربع و در محوطه 160 هکتاری دانشگاه بنا شده است. محیطی آرام و سرسبز که میتوان از آن به عنوان یک شهرک دانشگاهی یاد کرد. مسجد بزرگ دانشگاه در جوار حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان به عنوان کانون فرهنگی مذهبی دانشگاه شناخته می شود. یادمان 2 شهید گمنام 8 سال دفاع مقدس یادآور عهدی است که دانشگاهیان در مسیر اعتلاء کشور عزیزمان برداشته‌اند. در حال حاضر این دانشگاه دارای 13 دانشکده شامل علوم پایه، شیمی، هنر و معماری، پیرادام پزشکی، علوم ورزشی، علوم اقتصادی و اجتماعی، علوم انسانی، مهندسی، کشاورزی و همچنین دانشکده‌های فنی و منابع طبیعی تویسرکان، فنی و مهندسی کبودرآهنگ، مدیریت و حسابداری رزن و صنایع غذایی بهار می باشد. از بین این مراکز دانشکده‌های شیمی، کشاورزی، علوم پایه، علوم انسانی و مهندسی از نظر تولیدات علمی و جذب دانشجو در رتبه‌های بالایی قرار دارند. این دانشگاه در سال 2017 میلادی به لحاظ وبومتریک در جهان رتبه 1583، در آسیا رتبه 400، در خاورمیانه رتبه 80 و در بین کل دانشگاه‌های کشور رتبه 21 را داراست. دانشگاه بوعلی سینا همچنین به لحاظ شاخص ISC در بین دانشگاه‌های جامع کشور رتبه 9 و در بین کلیه دانشگاه‌های جهان اسلام صاحب رتبه 50 می باشد. به علاوه این دانشگاه در بین دانشگاه‌های جامع کشور از نظر ارجاعات به مقالات علمی رتبه 5 و از نظر تعداد دانشمندان ISI نیز رتبه 5 کشور را دارا می باشد. مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا به عنوان 5مین مرکز آموزش زبان فارسی کشور وظیفه آموزش زبان فارسی به اتباع سایر کشورها که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران را دارند بر عهده دارد. دانشگاه بوعلی سینا همچنین میزبان دانشجویانی از کشورهای مختلف در تمامی مقاطع تحصیلی می باشد که امید آن می رود آمار دانشجویان غیر ایرانی در این دانشگاه بیشتر شده تا گامی مؤثر در راستای اعتلاء علوم و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی و تعاملات علمی بین المللی برداشته شود. دانشگاه بوعلی سینا بزرگترین مرکز علمی مهد تاریخ و تمدن ایران زمین و همچنین مایه افتخار ایران و ایرانی است.